انا لله و انا الیه راجعون. برادران ما هم بندگان خدا هستیم. در این دنیا در مدت اندک وقت فرصت داریم، آخر هم از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. لحظه من و شما جنازه برادر را می‌خوانیم که دست 3 ساله بودن برادرها از دنیا به سوی آخرت به سوی پروردگار بازگشت کرده است. کار همه ما و شما آخرین است برادران عزیز. ما همیشه همه وقت برای مرگ آماده و تیار باشیم، چون که هیچ انسان نمی‌داند که لحظه مرگ وی کی میرسد. و وقتی که ما و شما به این مراسم و لحظه جنازه حاضر شدیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم کفی بالموت واعظا، همین برای شما واعظ است، تنبیهنده است، نصیحتگر است. باید از این عبرت بگیریم که هر کدام من شما را یعنی در زمان گرفته و از این دنیا به سوی آخرت می‌برد. باید برای این مرگ آماده باشیم، خود را از غفلت بیدار کنیم، از گناه‌ها و کمبودی‌ها توبه داشته باشیم تا اینکه وقتی از دنیا می‌رویم فارغ از گناه باشیم. زیاد نگیریم که روزم صحبت زیاد کردن معنی جمعیت ایستادن. بالای انسان دو حق است، حق الله و حق العباد. حق الله داشته باشد حوالش به خداوند بزرگ بخشنده مهربان است. اما حق العباد حق بنده های خدا از کدام انسان شما آشناهاش هست یا دوستاش که قرضیدار باشد برادرش هستن چه برادرشون هستن، یعنی به شاهد بیایه انشاءالله که این دادراشون هستن حق ادا میکنن. خب دیگر اینکه در دوام کار کسی را چیزی گفته است، غیبت کرده است، آزار داده است، خواهش میکنیم برادر عزیز ببخشه، خداوند بخشنده ها را دوست میداره. اکنون در آخر دعا کنید خداوند برادرمون به خیر بگردانه و جوابش برای زبانش برای جواب منکر نکرد گویا بگردانه، این رنج مشقت غریبی از سبب کفارت گناه ها و رفع درجاتش بگردانه، در برابر مصیبت برای اهل و بچه صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب فرماید. و صلی الله تعالی زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز، زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز، دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر، دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر، ندیدن در جهان یکدم وفای، بمردن در غریبی پر جفای، در این خاکی غریبی خانه کردن، در و دیوار خود ویرانه کردن، کی بود اندر کنارت
وقتی مردن، کی دید آن حالی زاری جان سپردن؟ کی شست جسمی تو را ای جان برادر؟ کی پیچانید کفن بر تو برادر؟ کی بود آن دم تو را تابوت برداشت؟ بزری قبر جسمت را کی بگذاشت؟ کجا بودن تو را یار و برادر؟ کی گیرین از برایت جان دادر؟ کجا بودن تو را یار و برادر؟ کی گیرین از برایت جان دادر؟ کجا بود مادری زارت ببیند؟ دم اندر کناری تو نشیند. کجا بود مادری زارت ببیند؟ دم اندر کناری تو نشیند. کجا بود قبلگاه ای نور دیده؟ کجا بود مادری مهنت کشیده؟ کجا بود قبلگاه ای نور دیده؟ کجا بود مادری مهنت کشیده؟ وجودی جمله اش را آب کردی، دل و جانی همه بیتاب کردی. ندیدن اقربانت رفتنت را، با آخر الوداع گفتنت را. الها قبرشان پر نور گردان، عذابی قبرشان را دور گردان. برای اهلشان صبر عطا کن، به فضلت ای خدا اجر عطا کن. برای اهلشان صبر عطا کن، به فضلت ای خدا اجر عطا کن. زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز. زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به
طبیبان گیریم امروز. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. برفتن از جهان بودن مسافر.